سر مرگش 1500 نفر از قشری ترین احزاب تا آزادی خواه ترین آدم ها آمدن و یکسان میگریستن. همه فهمیده بودن که اون نیازی که جامعه ما داره یه مقدارشو ساعدی برآورده کرد با الفباش، همه رو جمع کرد دور هم دیگه. شما تمام این الفبا رو که ورق بزنین هرگز نمیتونه یه کسی بگه که این الفبا گرایش به چپ داره، گرایش به اسلام داره، گرایش به خلخالی داره، گرایش به آزاد. هر آنچه که هر کسی که قلمی میتونست بزنه آورد. نه تنها این کار کرد، یه عده‌ای رو وادار به قلم زدن کرد. غلامحسین ساعدی نویسنده اینجا درست کرد، تونست یک همچی اتحادی رو بین اهل فکر برقرار کنه. من نسبت به غربت نشینان امروز خیلی یعنی بی اندازه امیدوار هستم. دست کم راه الفبا ما ها باید ادامه بدیم، یعنی اون راهی که این همه رو دور هم دیگه جمع میکرد، آدم‌های مختلف العقیده رو چه در ایران چه در اینجا اینا رو دور هم دیگه جمع. الفبا ما رو وصل کرد به ایران، این خیلی مهمه. غلامحسین ساعدی در غربت همون کاری رو کرد که هدایت ها کردن، یعنی واقعا جانشین اونا بود. بزرگترین امید و در غربت غلامحسین ساعدی از طریق همون یأس و افسردگی ظاهری خودش به ما داد. هر وقت آدم حرف می‌زد ما میگفت شما بریم امیدواران هستین، من از یأس میخوام به امید روزنه‌ای باز کنم، ولی حقیقتا این روزنه رو باز کرد به امید و اتحاد ما بعد رفت. ما بعد راه رو ادامه بدیم.